بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای جهاندار جان آفرین، حکیمی سخن اندر زبان آفرین. حمد و سپاس مر خدا را که صنعش در وجود آورد ما را. هر دم از ما صد درود و صد سلام بر رسول و آل و اصحابش تمام. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام، مهمانان گرامی قدر. اولا ما شما را عزیزا را و اهل عائلتون به فرارسی عید قربان از صمیم قلب تبریک و مبارکباد نموده و درگاه خداوند یکتا همان را آرزو داریم که گناه های ما و شما را مغفرت کند، هدایت نماید و استواری در دین تمنا داریم. بگذار خداوند بزرگ و برکات این انشاءالله ماه مبارکی انشاءالله 10 ذوالحجه همه ما و شما را چه آرزوها چه مقصدهایی که داریم، خواه دینی است و خواه دنیاوی، الله سبحانه و تعالی با فضل و کرمش الها برآورده خیر بگرداند. روز عید قربان به همه پیر و جوان مهمان هستیم در این خاندان. سوره قرآن تلاوت می کنیم، شکر حق را می کنیم از مغز جان. عید قربان آمد و در مکه حج اکبر است، کودکان را شاد کردن سنت پیغمبر است. عزیزان من، بار دیگر این یعنی عید، این خرسندی برای ما و شما الها مبارک باشد. بگذار همیشه در لبهای ما و شما تبسم انشاءالله کنده نشود و تو فعلی این روز مبارک و این روز انشاءالله یعنی حج المساکین بعد انشاءالله 4-5 ساعت ها و این چونین خدا خواهد در این دهه خدا خواهد انشاءالله یعنی ذوالحجه یعنی ماه حج که انشاءالله 5 نفر عزیزان ما و شما الحمدلله امروز در خدا خواهد انشاءالله عرفات بودند. امروز خدا خواهد به مزدلفه رفتن و به مینا می آیند. امروز الحمدلله همچنین مثل ما و شما قربانی ها را خدا خواهد انشاءالله بجا می آورند. البته این عزیزانم دعاگو باشیم، البته انشاءالله حجاشون حجای مبرور کند و به یک مقصدهای حاصل شده به وطن عزیز برگشتشون الله سبحانه و تعالی اله نصیبه بدارد. عزیزان من، بار دیگر عید مبارک باشد. انشاءالله خدا خواهد بعد انتهای نماز هممو عرف و عادتی خدا خواهد پیشتره، هممو انشاءالله خدا خواهد با قربانی کردن حرکت میکنیم. انشاءالله خدا خواهد ما در بیرون یعنی دعاهای قربانی را کردن قوازان نیسته موندگی است، میتونین از یک گروه یک کس گیرد. انشاءالله خدا خواهد وقتی همون پیش کشتن دعا دارد، بعد کشتن درکت نماز نفل دارد و دعاها دارد. البته انشاءالله خدا خواهد این چیزها را کرده ما و شما چکو میکنیم قربانی ها را میکنیم. فقط یک جای نازکش که قربانی گفته کاری کرده با از جمعه نمونیم، چون که جمعه هم انشاءالله خدا خواهد حج المساکین. انشاءالله امروز دو خرسندی است برای مسلمانان تمام روی دنیا، دو شادی، یکی انشاءالله خدا خواهد عید قربان و یکی دیگر چی؟ جمعه مبارک. سبحان الله، الحمدلله. الله امروز خداوند حق سبحانه و تعالی دو خرسندی شادی را به کل انشاءالله خدا خواهد چی؟ یعنی ما و شما الله سبحانه و تعالی نصیب گردانید. این چونین دعا میکنیم. مسافرای عزیزه دیروز از خدا خواهد چندین برادرها یعنی زنگ زدن و مبارکبادی کردن همه ما و شما را و گفتن برای قوم و جمعیت عزیز سلامی گرمی جوشانی ما رسونین از جانب همین مسافرها برای شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. البته فرزندای ما و شما هستند عزیزان من، میوه دل ما و شما هستند. تقاضای زمانه گردشی فلک همچنان است. امروز مجبور هستند برای زندگی را بهتردن سفر کنند، چون که در قشلاق ما و شما زباد نداریم، فابریکه نداریم، یگان کارخانه ها نداریم. امید میکنیم خدا خواهد من جناب عالی هر روز انشاءالله خدا خواهد یعنی آبادی ها که رسادیان روزی می شود که خدا خواهد
در این دیار ما و شما هم البته خدا خواهد این چنین کارخانه‌های خوب برپا می شود و این جوانای ما و شما خدا خواهد چی در مسافرت عذابای سخت نمیکشند و ان الله خدا خواهد در این وطن عزیز خدا خواهد پیش فرزندا، پیش ان الله خدا خواهد پدر و مادرها خدمت کردنشون ان الله نصیب میگردوند. من یک سه خاطر رسان میکنم در آینه این شبکه‌های اینترنتی دیدم. ببینید ما شما پدرها و مادرها بسیار بی‌رحم هستیم. باور میکنین از پشتی پتین چند جوان ان خدا خواهد وفات کرد. ما کور نیستیم، خدا خواهد شاهد هستیم. از پشتی پتین گرفتن بسیار آدم گوجوم شد. بچه های عزیز خدا خواهد میگه سودکه ها استادیم تا که یک خواسته یعنی رزنشینه برای کارگیریمو و خدمت کنیم. ما و شما لیکنیم در اینجا ششتی خورده، در اینجا چیکار کرده سادیم خرسندی های خوب کرده، رسخادهای بیمنی کرده، بچه همون عذاب داده سادیم. بعضی زنهای ناانصاف، چند زنهای خدا خواهد انشاءالله بی دیانت فکر نداره که بچم در اونجا چکل پل یافته ساده یا شوهرم چگونه زندگی دارد. گاه هم شبکه های اینترنتی مسافرهای عزیز بی در بالای کاغذها خوابند. عزیزی من انشاءالله خدا خواهد در تاریخ سالاش یک لباسایی کنه. من تو در جاگه گرمه خویم، جاگه گرمه نخواه گپ زدن میگیریم، کار کردن میکنیم. دیگه چی پروای اکا داریم، چی پروای دادر داریم، چی پروای خواهر داریم، چی پروای انشاءالله خدا خواهد فرزندکای خوب داریم. امروز بیچاره بعضش تمام کرده، باید دانش کرده درایت خدا خواهد انشاءالله علم حاصل کند. این وطن این خشلا خواهد خشلا پیش میبردگی کادر است. بیچاره از پول نداشتن و مجبور است خدا خواهد حالی جوانی 18 ساله است. باور میکنین من تا 30 سالگیم بین بطفلی پدر خدا رحمش کرده باشه راحت کرده گشتگی در خواندن ها. از 20 سالگیم خود شروع کردم. پدر میگفت بچه جان فقط بخون این دنیا آخرت من آباد شود، نگو پول. من دست میکنم علمگی شاید انشاءالله خدا خواهد از واسطه علمی تو قوم و جمعیت و دنیا آخرت من آباد شود. سبحان الله الحمدلله. من 30 ساله بودم خانم پدرم بیچاره که بچه‌ام بخونه گفته کرد. همه شما مثل ما هستین خدا خواهد که حرکت میکنه که خدا خواهد انشاءالله فرزندکا در راحت باشن. نیکی امروز فراغتی فرزند دارن ما غمش نخورده شدیم. بین خواهرای عزیز، مادرای عزیز، یک شعار داریم ما برو اورو نرو، لعنت بر هم اورو. حضرت محمد اقبال ارنن میگه خلق را تخلیدشان برباد داد، ای 200 لعنت بر همین تخلید باد. این خلق میگه پول و مال و دنیا آبروشه همین تخلید کردن به یک کس چیکار کرد بربادش داد دنیاشه. این پول یافتن برادر آسان نیست. پول یافتن کاری آسان نیست خدا خواهد انشاءالله. اون بیچاره ها را خدا خواهد او کارگرها را با آسانی پولشون نمیتین جانکاش نمیگیرن. باور میکنین انشاءالله خدا خواهد. بعضیش جوان ها که شکایت میکنن میگن دامنا جان راست استاده افکار میخوریم نمیموند شیشتن هم. حتی دیروز باور که به یک دخترچه گپ زدم میگه دامنا جان 10 مینوت وقتی چویمو میتید. تصور کن من تو 1 ساعت بالای دستاخوان یانباش میزنیم. 10 مینوت میگه دامنا جان. چنان میگه ظالما هستن که پول گفتم ما را همچون خدا خواهد یک غلام کارمو میفرمن. باورکن دلم ریش شد. خود 10 مینوت ناانصاف وقتش بتی که یعنی چای تا چی خسته است. حتی میگه بعضی هاش ناز کشن، میگه همین ناز کشیدن اگر ناز کشیده 10 مینوت بیستیم تخته پر میشود. مجبوریم خدا خواهد ناز استرا بکشیم و استرا آب نوشیم. و عزیزانی من رحم خورین. این رحم تو رحم، اگر رحم کنین رحم کرده میشیم انشاءالله. ما شما فرزندکام ما هم یک کشتی هستیم. باور که انشاءالله خدا خواهد گفتی سعدی بزرگوار بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینی ز یک گوهرند. چو درد آورد روزگار دیگر عضوها نیابد قرار. تو از غمی دیگران بی غمی نشاید بود عادت نامد آدمی. پای شما خار زنه پای من زدگی است. عزیزی من انشاءالله خدا خواهد
ما همه شما را دوست می‌داریم، همه فرزندای عزیز خدا خیر انشالله. در این وطن گفتی انشالله جناب عالی مقدس‌ترین شخصی است در این وطن انشالله انسان است. الحمدلله. برای منفیت انسان امروز جناب عالی چی کارا دارد؟ الحمدلله، شکر به خدا. من دیروز خدا خواهد در شبکه‌های اینترنتی خدا خواهد و در آینه‌های نیلگون ما شما مشاهده کردیم 10 فائزی همه پول ما و شما را برداشت. شکرگزار باشید. جناب عالی خیرت دارد، کجای می رود یک چیز کنده می آید تا که برای خلق عزیزم، برای خدا خواهد جوان آینده نورسم یک چیز از ما بمونه. ما هم کن شکرگزار باشیم. ما هم بجای این دبدبه ها کارخونه ها سازیم عزیزانی من. بجای دبدبه میری پریت های عادی سازیم. 5-10 جوانی ما و شما یا که 5 انشاءالله خدا خواهد فرزندک های شما وارد این کار می شود و زندگی چی می رود؟ به پیش می رود. زندگی همه چیز ایاد نبرار. خدا ای آسمون نمی پرتای منتون ایاد نبرار. درکت مسئله در حدیث ها میگه که حدیث قدسی حرک یدک انزل علیک ریس، دستکات جنبون ما رزق برایت نازل میکنیم. خدا ای آسمون نمی پرتاید، برای رزق میکنیم، حرکت میکنیم، میدویم. خدا همون حرکتو همون وی من شما چی میتید؟ برکات میتید. خدا خواهد بینین دولت اروپا از چی ترقی کرد؟ بگو از چی؟ از اکانومیک زندگی ترقی کرد. و اون خیلی رسکاد نیست. 50 میلیون زن نمیگیرن. این خیلی خداخت دبدبه های بنیز در یک اتشم بشیند. نه سلفه میگد، نه آغل میگد، نه کادون میگد، نه یک خداخت انشاءالله توالت 6 بار نو میکند. یعنی می ما شما خداخت سال 12 با گارد لای خداخت اموال آغل اینجا بکنی، اموال اینجا ببریش، این خونت نمیفورد، پلاستیکش میگینی، چه لاستیکش میگینی. یک گوسفند کشته خوردن نه قربت نداری. بعد برای دولی نمیشه، چشمات شاورنه شاکور میشه، بعد کلداو میخوری. در اون پوستای بیرون خدا خواهد انشاءالله زیبایی داره. بیرون خدا خواهد چی دارد؟ خدا خواهد لباسای قیمت بها دارد. در اون تمام شدگی هست. یا این چیزا را نکنیم خدا خواهد انشاءالله. خانه میگد مانه، گر خانه را بری بر آسمان، عاقبت گردی زیری زمین نهان. اگر آسمون دم براریش عاقبت مو چی هست؟ زیری زمین است. آخری این زندگانی مردن است، آبروی نزد مولا بردن است. این آخری زندگی ها. یک کتیجدارا کجا رفتن؟ این خدا خواهد انشاءالله ملدارا کجا رفتن؟ این پاچه ها کجا رفتن؟ همش عاقبت کار چی است؟ زیر خواب است. عزیزی من خدا خواهد انشاءالله بیاین خدا خواهد شوخی ها را کم کنیم. بین انشاءالله خدا خواهد یعنی چی؟ اکانومیک زندگی را برداریم. بچه هم که بخونیم. من عرفه دانشکده درمده ناشون است عزیزانی من خدا خواهد انشاءالله اکانوم کنیم پلار از زندگی ها را و فرزندگان دانشکنده دراریم انشاءالله. و انشاءالله علم خواهی خوب گیرد بهترین زیباترین زندگی میکند. باور کنید کلتور نمیگردد. لباسکای سفید خدا خواهد همیشه از شما منتدار است. باور میکنید امروز کارخانه‌ای هست که در وطن عزیز ما و شما پول بلند میگیرن. سبحان الله. تا 5-6 میلیون تا 10-15 میلیون من میشنم. این هزیل پول نیست. لیکن همش همین چی؟ متخصصی خوب باشد. نسبت دانش شما، نسبت حرکات و شما خدا خواهد حکومت هم غمخواری دارد. الحمدلله خدا خواهد الله سبحانه و تعالی هم راضی میشود. پیغمبر نازنین میگه کدام انسانایی که انشاءالله یعنی بارجه کار میکنن کم بغل نمیشوند انشاءالله. خدا خواهد بارجه کار کنیم، بارجه خدا خواهد انشاءالله استفاده بریم، زندگی هم خدا خواهد خوب میشود. وقتم نزدیک است عزیزانی من. با جمعه مبارک نه صحبت ادامه میتیم انشاءالله. خدا خواهد بعد انشاءالله نماز انتیاش هممون اگر تا نماز جمعه دستگیر کنیم قربانی ها رکشیم. بعد نماز جمعه 3 روز خدا خواهد تا 3 روز تا نماز عصر قربانی ادامه کردن ممکن انشاءالله. خدا خواهد عزیزان من انشاءالله خدا خواهد حرکت کرده قربانی ها را کرده. خدا خواهد انشاءالله زیادتی باشد عزیزانی من. خدا خواهد بتی خلقنده. اگر کسی میگه و پولدار و بایست میگه یک انشاءالله خدا خواهد مالی کلون کند. خدا خواهد همشه بالکل انشاءالله خدا خواهد چیکار کند؟ کم بغلان را بتید. خدا سبحانه و تعالی در سوره بقره آیت 215 چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتام والمسکین و ابن السبیل. ای محمد از تو میپرسن که ما کینده یعنی خیر کنیم، کینده احسان کنیم این خیرامونه. من امروز گویم که گوسفند میکشین و ها کذا مال ها میکشین، کینده کنیم یک کم کینده به دست، ولی والدین پدر و مادر نخدا خواهد انشاءالله. افضلترین انشاءالله خدا خواهد طعام برای کی میتیم؟ پدر و مادر نتیم انشاءالله خدا خواهد. افضلترین چه خدا خواهد. هر روز خدا خواهد پدرکا اگر زنده باشند، مادر زنده باشد، هر روز خدا خواهد یک چیزا گرفته برن خدا خواهد کو میکنن خدا خواهد انشاءالله. کما تدین و تدان. امروز تو اگر چقدر پدر نوازش کنی مادر، انشاءالله از بچیکت میگردن. این جهان کو از فعل ما ندا، باز می آید سوی ما عکسی صدا. این صداها 20 سال و 15 سال بعد من امروز من از فرزندم گرفته سادم، چه صدایی که نسبتی پدر کرد دادم از دنیا گذشتن، امروز از فرزندم گرفته سادم. گاها خرسند میشم، گاها خفه میشم، چون که جایی شد که من هم نسبتی پدر آوازی بلند کردم، نسبتی پدر گاها ناحقی کردم. امروز پشیمانم، چی فایده، چی سودکم. انشاءالله حاضر تشکیل میکنیم. دویم انشاءالله یعنی خیش و تبار. اول خیش بعد درویش عزیزانی من. البته خیش و تباران خدا خواهد انشاءالله. اول اما خالت آقا انشاءالله، بعد از وی خدا خواهد انشاءالله یتیما، بعد از وی انشاءالله مسکینا و مسافران ده انشاءالله خدا خواهد. خیر احسان افضل ترینش همین است. البته انشاءالله خدا خواهد انشاءالله چیکار کنید؟ بجا بیار انسان